میگه که چه 이름은 제시카예요. میگه اسم من جسیکا است. خب موضوع جمله چیه؟ اسم اون فرد هستش. پس ما به اون اسمی که این گرامر رو اضافه میکنیم ایرون هستش. اصلی ترین نقش این نشانه هم اینه که مردم متوجه میشن میخوایم راجع به چه موضوعی صحبت کنیم. مثلا یه مثال دیگه بهتون بگم. میگه که چونن کانادا 사람이에요. بنویسم واسهتون. چونن کانادا 사람이에요. میگه که من اهل کانادا هستم. اینجا موضوع فعلمون من هستم، راجع به من داره صحبت میکنه. به خاطر همین اسمی که گرامر اون یا نن رو میگیره کلمه چو هستش. میگه من اهل کانادا هستم. چونن کانادا 사람이에요. یه جاهای دیگه هم که استفاده میشه بعضی وقتها ممکنه که فاعل جمله هم باشه. مثلا میگه که 저는 학생이에요. میگه که من دانش آموز هستم. اینجا چو هم موضوع جملمونه هم فاعله. به خاطر همین کلمه چو هستش که این گرامر رو میگیره. و گفتیم که چو هم یه کلمه‌ایه که پدچیم نداره و گفتیم وقتی که پدچیم نداشته باشه از این استفاده میکنیم. چند تا مثال دیگه هم همینطوری بگم که بیشتر واسهتون جا بیفته. مثلا کلمه 선생님. خب 선생님 پدچیم داره، یعنی با آخرین صدایی که میشنویم صدای م هست و م هم یه حرف بی صداه. چون که پدچیم داره گفتیم از اون استفاده میکنیم. معذرت میخوام. میشه 선생님은. مثلا مثال بعدی کاسو پدچیم نداره. آخرین صدایی که میشنویم صدای او هستش. به خاطر همین از نون استفاده میکنیم. میشه کاسو نون. کلمه بعدی اومانی. اومانی هم پدچیم نداره. پس از نون استفاده میکنیم. میشه اومونینون. خب بچه ها اینم از درس امروز بود. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید. اگر که چنل ما رو ندارید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.